بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمانهای ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا میشوید با بیماری‌ها و درمان آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. من محمد حکیم هستم، مجری برنامه رادیو مهر و محقق طب نیاگان. شنوندگان رادیو مهر، امیدوارم حالتان خوب باشد. یکی از شنوندگان از ما خواستند تا درباره کمخونی تحقیق بکنیم و اگر در طب نیاگان یا طب خلقی نسخه‌ای دارد برایشان بگوییم. من در تحقیقات به چند نکته رسیدم که در این زمان کوتاه خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. هر بیماری 70 روش درمان دارد. کمخونی هم نسخه های زیادی دارد. من برای این شنونده عزیز یک نسخه درمانی بسیار لذیذ دارم. برای این دارو ما نیاز به چند چیز داریم. اول سیب سرخ و دوم عسل طبیعی که از زنبور عسل باشد و سوم دمنوش بیدمشک. بیدمشک را مانند چای دم کنید، می شود دمنوش بیدمشک. طرز تهیه‌اش به این شکل است که یک سیب متوسط را از تربتراش بگذرانید و 4 قاشق عسل به آن اضافه کنید و بعد نیم استکان دمنوش بیدمشک را اضافه کنید، به خوبی مخلوط کنید. حالا این داروی خوشمزه آماده است. کسانی که کمخونی دارند هر روز 1 پیاله از این را میل کنند تا کمخونیشان جبران شود. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمانهای ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا میشوید با بیماری‌ها و درمان آنها. حالا که نسخه را دارید بگذارید کمی درباره علائم و عوارض کمخونی چند اطلاعاتی برای شما بگویم. اگر به طور خلاصه علائم و عوارض کمخونی را بخواهیم بشمریم، رنگ پریدگی پوست، ضعف و خستگی زودرس، سرچرخک به خصوص در هنگام بلند شدن از روی زمین، بی‌حوصلگی، افسردگی، سردرد، خواب رفتن و سوزن شدن دست و پا، حالت دلبیجاگی، کاهش و یا گاهی افزایش خونریزی قاعدگی، کاهش حافظه. البته این علائمی که گفتن به این معنی نیست که هر کسی که کمخونی دارد تمام علامت‌هایی که گفته شد را داشته باشد. به این معنی هم نیست که اگر فردی بعضی علامت‌ها را داشته باشد حتما کمخونی دارد. مسئله کمخونی یک بحث طولانی است که اگر بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم خودش یک کتاب می شود. اگر باز هم برنامه ای را اختصاص بدهیم در همین موضوع بهتر است. مطالب بیشتر را می توان گفت. من همینجا از شما شنوندگان عزیز تشکر می کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید.
سوالات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند است و حتما به آن پاسخ خواهیم داد. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های آینده در رابطه با بیماری‌ها و راه‌های درمان ساده آن صحبت می‌کنیم. دوستان فارسی زبان، لطفاً برنامه ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه بعد برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.